امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این کتاب مبارک سیرت سرور دو جهان زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را با همراهی شمایان خواهیم گرفت. سیرت نبی صلی الله علیه و سلم که این زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را از کتاب سیرت نبوی از ابن هشام البصری عبدالملک ابن هشام ابن ایوب که مختصر سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را این سیرت را به شکل مختصر قرار دادن دکتر احمد ابن عثمان المزیدی استاد تحقیقات اسلامی دانشگاه سعودیه می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، حمد و ثنا پروردگار جهانیان را میگوییم، پروردگاری که ما را از تاریکی های جهالت جاهلی به نور هدایت راهنمایی کرد، پروردگاری که ما را از ظلمات جهالت به نور ایمان راهنمایی فرمود و بر ما نعمت بزرگترین عطا کرد که هیچ انسان قبل از او و بعد از او به این درجه نرسیده است. این نعمت فرستاده برگزیده او سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، رحمت برای جهانیان. برادران و خواهران گرامی، اگر جهان رو امروز گرد گردیم و بنگریم میبینی که بشر با علمهای زیاد رسیدند، به چیزهای زیاد دستاوردهای خیلی بزرگ رسیدند، ولی از مهر، از آرامش، از رحمت دور ماندند. از مهر، از آرامش، از رحمت دور ماندند و همه این از آن است که جهان سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را فراموش کردند. سببش این که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را فراموش کردند. برای ما لازم آید و لازم باید که این سیرت سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم را بیاموزیم و تعلیم بگیریم و بر این سیرت نیکوی او صلی الله علیه و سلم راهنما باشیم، چون تمام نیکویی در سیرت او صلی الله علیه و سلم است. چون او سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم پیامبر ما با نور آمد که الله او را برای برداشتن پرده ظلمات از روی بشریت فرستانید. او بر دنیا آمد و جهان را پر نور قرار داد، در حالی که تمام جهان پر از سرشار، پر از غوغا، پر از ظلم، پر از شرک، جهل، تاریکی بودند. آدمان بت‌ها را می‌پرستیدند، انسان‌ها به سوی اخلاق رذیله رهسپار بودند، حق را فراموش کرده بودند و نوری که محمد صلی الله علیه و سلم آورد تا دلها را بیدار بکند و جهان را با این نور منور بسازد، نوری که قلبها را روشن میکند و جهانی پر از نفرت را به سوی محبت و نیکویی راهنمایی میکند. برادران و خواهران گرامی، سیرت او صلی الله علیه و سلم یک تاریخ گذشته نیست، بلکه زنده گردانیدن قلبهای مرده ماست. این کتاب است که هر صفحه آن برای ما محبت، صبر، استقامت و خاکساری را به بار می آورد. و در این کتاب امروز ما با همراهی شمایان این درس اولی که شروع کردیم، زندگی انسان را می بینیم، شناسایی با زندگی آن انسانی که سخت‌ترین مصیبت‌ها را تحمل کرد، سخت‌ترین مصیبت‌ها بر بالای او آمد، ولیکن او این را تحمل کرد و صبر کرد، ولی هرگز شکایت نکرد. دشمنان را به سوی نیکویی راهنمایی کرد و آنها را بخشید، در حالی که می‌توانست انتقام بگیرد، و کسانی که او را آزار می‌دادند دعا می‌کرد که الله آنها را به راه راست راهنمایی کند. پس این سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را ما می‌آموزیم که با سیر او سفربر شویم، که او را دوست بداریم و دوست داشته قرار بگیریم. و سیرت او صلی الله علیه و سلم را می‌آموزیم که چگونه باید صبر کرد، چنان که او صلی الله علیه و سلم صبر میکرد. زندگی نامه او را می‌آموزیم چگونه باید نسبت مردم رحم دل بود، چگونه اخلاق حمیده داشت، چگونه به سوی توحید راهنمایی کرد، چگونه مردم را از سوی ظلمات و کفر و شرک و بدعت و ضلالت به سوی نیکویی توحید و سنت راهنمایی کرد. چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای محمد ما تو را نفرستانیدیم مگر همچون رحمت برای تمام عالمیان. سوره انبیاء آیه 107. اگر ما به این آیه کریمه بیاندیشیم و تحمل کنیم، تعامل نماییم، این آیه نشان می‌دهد که سیرت او راه رحمت است برای تمام انسانیت، برای تمام جامعه،
برای تمام جهانیت. پس هر کسی که سیره او، زندگی نامه او صلی الله علیه و سلم را بیاموزد، نه تنها تاریخ پیامبر را میآموزد، بلکه یک صاحب نور در قلبش قرار میگیرد که با آن نور زندگیش را پر نور میسازد. برادر و خواهر گرامی، آموزش علم سیرت نبی صلی الله علیه و سلم معنای آن را دارد که تو با هر صحیفه با قلبی پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک میشوی. تو با او همراه میشوی در غار حرا، وقتی که در تنهایی الله سبحانه و تعالی را در این غار عبادت میکرد. با او میروی با سوی طایف، وقتی که سنگش زدند، بدن او را خونالود کردند، ولی او صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ اللهم اهدی قومی، پروردگارا این قومم را هدایت نما، فانه لا یعلمون، پروردگارا که اینها نمیدانند، دانش ندارند. با او میشوی در هجرت، در بدر، در احد، در حدیبیه، در فتح مکه، و میبینی که چونه الله سبحانه و تعالی او را از قعر سختی ها به اوج پیروزی ها رسانید، و در آخر میفهمی که سیرت او صلی الله علیه و سلم به تو چی نور میبخشد. اگر میخوای الله را دوست بداری، پس از او صلی الله علیه و سلم پیروی کن، چگونه که الله میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، بر این بندگان بگو اگر شما الله را دوست می‌دارید، پس از من پیامبر پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و یغفر لكم ذنوبکم، و گناهان شما را بیامرزد. و الله سبحانه و تعالی بسیار آمرزنده و مهربان است. این آیه کریمه را علمای تفسیر آیت امتحان هم میگویند، آیتی که سنجش محبت به الله سبحانه و تعالی بیان می شود. زیرا بسیاری از مردم امروزها میگن ما الله را دوست می‌داریم، ما الله را دوست می‌داریم، اما الله چی فرمود؟ اگر شما واقعا الله را دوست می‌دارید، محبتی بر الله دارید، حقیقتا این را بیان بسازید با پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس محبت حقیقی نه تنها در سخن است، بلکه در اطاعت، پیروی و تقلید از رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه از هیچ کس دیگری. پس این سیرت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ظاهر می‌گردد، و این وعده بزرگ است از جانب الله سبحانه و تعالی که تو محبت الله را به دست می‌آوری و الله گناهان تو را می‌آمرزد، مورد بخشش او قرار میگیری. پس تو از رسول الله پیروی کن، الله تو را دوست می‌دارد و تو محبت الله را به دست می‌آوری و گناهان تو در این مورد بخشیده می‌شود، مورد عفو و بخشش قرار میگیری. ابن کثیر رحمه الله تعالی میگوید که این آیت نشان می‌دهد که هر کس ادعا می‌کند که الله را دوست می‌دارد ولی بر راه پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیرد، پس محبت او دروغین است، از او پیروی نکرده است. پس ای برادر و خواهر گرامی، بیا با آموزش سیره و دیل این کتاب داخل شویم، وارد این کتاب بگردیم، با محبت، با احترام، با نیت خالص و پاک زندگی او را بیاموزیم و زندگی خود را معطر و منور بسازیم. زیرا هر کسی که سیرت رسول صلی الله علیه و سلم را بیاموزد و بفهمد، اسلام را دقیق میفهمد، اسلام را خوب میفهمد، و هر کسی که سیرت را دوست بدارد بدون شبهه و تردید پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشت و با اون نزدیک میگردد. و مؤلف ابن هشام کتابش را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماید و میگوید که فی علم سیرت نبویه، در بیان آموزش علم سیرت نبوی. اولا تعریفه، یعنی تعریف آن، یعنی علم سیرت نبوی به ذکر رویدادهای حیات پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از تولد تا وفاتش در بر میگیرد. و اهمیت این سیرت میفرماید که سیرت محمد صلی الله علیه و سلم هی تطبیق کتاب الله تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیرت پیامبر، آموزش سیرت پیامبر، این تطبیق نمودن عملی کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. و هی سجل حافل لكل تفاضل حیاته، و میگوید آن ثبت پر از تفصیلات تمام جزئیات حیات او صلی الله علیه و سلم است. عقیدتا و عبادتا و معاملتا، در عقیده، در عبادت، در معامله، در اخلاق، و سلما و حربا، در صلح، در جنگ، در حرب و دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، در جهاد، در تمام رساله هایش، در خانه اش، در حیات خانوادگی اش، بین یار و دوستان و نزدیکانش و با همچنین با دشمنانش. و میفرماید که فیها اسوة الحسنه لمن رام سیاست قومه، و در این سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هر کسی که خواهان راهبری بر قومش یا اراده کارهای خانه اش باشد
بهترین نمونه است. بهترین و نیکوترین و خوشگلترین نمونه حیات است. صلی الله علیه و سلم و بر اهل بیتش درود و سلام و یارانش باد. و ثمراته، یعنی ثمره آموزش این سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، فایده این چیست؟ می‌فرماید که یقدم علم السیرة للبشریة مثالا و نموذجا یقتدى به فی مکارم اخلاقه. علم سیرت نبوی صلی الله علیه و سلم برای بشریت نمونه و قالب عبرت آموز پیشنهاد میکند برای تمام انسان. نمونه ای که در آن نیکو اخلاقی و ظاهر نمودن کاملیت انسانیت هویدا میگردد. پس این علم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمانان نمونه کامل و استاد عملی را در زندگی او پیشکش میکند و میگوید من بخوان، بفهم و تعلیم بگیر و زندگی خود را در این دنیا نیکو بساز تا که با این زندگی خوب و آخرت خود را آباد بسازی. زندگی آن کسی که الله به تو امر کرده است که تو او را دوست بداری، از او فرمان برداری کنی. پس این علم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را با دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شناس میکند، با مرحله های آن و فقه طرز تطبیق حیات زندگی معاصر ما. پس از علم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما سرچشمه و درس های تربیوی نیکویی را به دست میاریم، چنان که او صلی الله علیه و سلم با صحابگان کرام مخصوصا با کسانی که به او نزدیکتر بودند چگونه معامله میکرد، چگونه همکاری میکرد، چگونه دوستی و رفاقت داشتند و چگونه در دعوت خود نیکومن بودند. این است که ما از او صلی الله علیه و سلم می‌آموزیم و این را پیشکش خوانندگان و شنوندگان هم میکنیم. اولا در اینجا یک مختصر در سیرت ابن هشام که از این کتابی که ما در دست داریم، سیره نبوی از ابن هشام، درباره یک مختصر سخن میگیم، بعد داخل میشویم. اولا ترجمه ابن هشام، ترجمه حال، یعنی که زندگی نامه ابن هشام کی از صاحب کتاب، که ابن هشام بر روایت 213 هجری و 218 هجری با روایت مختلف و اسم آن و نسب آن، نام وی و نسل وی، نسب وی، می‌فرماید که هو عبدالله ابن هشام السهیلی، عبدالله ابن هشام سهیلی است و گفته شد ابن ایوب است. ابو محمد الذهلی الحمیری البصری، معلوم شد از بصره بود است و سپس بر مصر فرود آمد، و در مصر استقامت کرد. پس با وایرستن ابن هشام و طلب علمش، ابن هشام تحصیل علم را در شهر بصره آغاز کرد. پس از آن به مصر کوچید و در آنجا زندگی کرد و علم آموخت و حیات را بسر بود و وفات کرد. چگونه که روایت ها در کتاب های سیر و المغازی ابن اسحاق را از زیاد البکایی که از شاگردان نزدیکی روایت ابن اسحاق بود ذکر می نماید. و از شیخ‌های مشهورترین ابن هشام این امام شافعی است که امام شافعی صاحب مذهب یکی از شیخ‌های مشهورترین معروفترین ابن هشام به شمار می‌رود. چون که دارقطنی در مزین نقل می‌کند که گفته است که وقت امام شافعی به نزد ما آمد، یعنی که در مثل عبدالملک ابن هشام نویسنده کتاب‌های مغازی، یعنی که غزوه‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم که سیرت، در آنجا علاکه که ابن هشام زندگی میکرد و در این زمان ابن هشام یکی از داناترین مردم اهل مصر بود که در بیان علم عربی و شعر خیلی مشهور و معروف بود و نزد ابن هشام کسی می آید و با خبر میدهد که امام شافعی همین جاست، نزد امام شافعی برو. و ابن هشام در اول اندک سستی میکند، تنبلی میکند، اما پس آن خسته به ملاقات امام شافعی میرود، در مجلس های علمی شافعی می نشیند و از او بهره میگیرد و میگوید که من گمان نمیکنم. ابن هشام نسبت تعریف در بیان امام شافعی میگوید، استادش میگوید که من گمان نمیکنم که الله حتما شافعی رو فرسته باشد، الله سبحانه و تعالی حتما شافعی رو فرستانیده باشد. و ابن کثیر از وی گفت، این در سیر اعلام النبلا ذکر شده است. و ابن کثیر میفرماید که ابو محمد عبدالملک ابن هشام، ابو محمد گفته ابو محمد عبدالملک ابن هشام درباره او، یعنی ابو محمد ابن هشام راوی این سیرت است، یعنی سیرتی که ما گرفته ایستادیم، بنابراین سیره به نام او نسبت داده می شود و میگویند سیره ابن هشام به این سیره، به این زندگی نامه معروف است. کتاب در بین اهل علم سیره ابن هشام گفته معروف است، زیرا ابن هشام این کتاب را تحریر کرد و به تنظیم در آورد و در آن چیزهای را علاوه کرد و بعضی از چیزهای دیگر را کم کرد و جایهای را دقیق ساخت
و کمبودی ها را اصلاح نمود در این سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و میفرماید ابن کثیر که ابن هشام یک امام بزرگ بود در علم زبان و علم نحو، در زبان عربی، و در مصر زندگی کرد و وقتی که شافعی به آنجا آمد، یعنی که به مصر رفت، با اون ملاقات نمود و با همدیگه با قرائت بسیاری از اشعار عرب مشغول شدند. امام شافعی با همراهی ابن هشام این کتاب را ابن کثیر در بدایه و نهایه ذکر یادآوری کردند. پس وفات ابن هشام توفی میگه ابن هشام فی شهر ربیع الاول، ابن هشام در ماه ربیع الاول سال 213 از هجری در مصر وفات کردند. سال 180 170 180 به دنیا آمدند، سال 13 وفات نمودند تقریبا. اکنون میگذاریم در اینجا بر قسمت اول از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم. این عهد مکی است، عهد مکی. قسمت اول یعنی که عهد دوران مکی، دوره در مکه قرار داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. اولا قبل رسالت و نبوه، قسمت اولی که در این کتاب ذکر می شود پیش از رسالت و نبوت، پیش از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیش از نبوت او صلی الله علیه و سلم و ذکر نسب پاک او صلی الله علیه و سلم. میفرماید قال ابو محمد عبدالملک ابن هشام النحوی، ابو محمد عبدالملک ابن هشام النحوی گفت هذا کتاب سیره، این کتاب سیرت رسول صلی الله علیه و سلم است. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، این کتاب درباره سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب که نام حقیقیش عبدالمطلب شیبه ابن هاشم است. نام حقیقی عبدالمطلب شیبه ابن هاشم است و نام هاشم عمرو ابن عبدالمناف است و نام عبدالمناف مغیره ابن قصی است و قصی زید ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لوحی ابن غالب ابن فحر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن حزیمه ابن مدریکه می باشند، یعنی که خویشاوندان پیامبر، نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم. و نام مدریکه باشد عامر ابن الیاس ابن مزر ابن میزار ابن معد ابن عدنان است تا عدنان رفته میرسد. بگیم که نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم. میفرماید ابن هشام و انا ان شاء الله مبدئ هذا کتابه، میگه من ان شاء الله این کتاب را شروع می نمایم به ذکر اسماعیل ابن ابراهیم، از ذکر اسماعیل ابن ابراهیم، چون نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته میرسد بر نسب اسماعیل ابن ابراهیم، اسماعیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام. و من ولد رسول صلی الله علیه و سلم و کی پیامبر را به دنیا آورد و یکی مولد پیامبر صلی الله علیه و سلم و فرزندان او اول ذکر می نماید ان شاء الله، از اسماعیل با تا رسول صلی الله علیه و سلم، از اسماعیل علیه السلام، از ابراهیم علیه السلام، از اسماعیل تا رسول صلی الله علیه و سلم بعد داخل میشه در این. میفرماید که من دیگر فرزندان اسماعیل را که بیرون از این نسل میباشند از روی اختصار ذکر نمیکنم. از اسماعیل دیگر نسل ها هم هست، دیگر فرزندان هم هست، ولی میگه آنها را چه اختصار ذکر نمیکنم، که از ابراهیم علیه السلام همچنین. بدون یگان واسطه داخل میشویم بر سیره رسول صلی الله علیه و سلم. ابن شیب این گونه ذکر مینامد. میفرماید که و تاریکم بعد ما ذکره ابن اسحاق فی هذا کتاب، چون اصل این کتاب از ابن اسحاق گرفته است، از کتاب ابن اسحاق. ابن هشام این کتاب رو مختصر کرده برای ما چو کردن، این کتاب رو یادآور جمع‌آوری و یادآوری کردن. برای میفرماید که و همچنین بعضی اشعار، بعضی از روایتی که ابن اسحاق آورده است من اینها رو نادیده گرفتم، چون میگه که من اینها رو ندیدم، یعنی که اهل دانش، اهل شعر یا که اهل علم اینها رو ذکر یادآوری کرده باشند. برای خودم اینها رو ذکر نکردم، چیزایی که از سیرت پیامبر دور هستند. مثلا یگام روایت باشه مثلا که ضعیف باشه، یگام روایت باشه که صحیح نباشد و غیر از این چیزا. چون یک میگوید و بعضی روایت ها که نقلشون ناپسند است، نقلشون چیز درست صحیح نیست، فهمو برای اینکه اینا رو چیکار نماید، اینا رو برای ما ذکر نماید. میگه یا خود زیاد البقایی آنها رو برای ما تصدیق نکرده است، یا که از مورخین مثل زیاد بقایی میگه انا همین قسمت ها رو برای ما تصدیق نکردن، یکی روایت ها صحیح نشمردن، برای اینکه ما اینا رو ذکر نمیکنیم. و سپس میفرماید و همچنین من بعضی از چیزهایی که از کتاب ابن اسحاق در روایت خود ذکر کردن، یعنی که اصل این کتاب ما گفتم از کجا گرفته شده است، از کتاب ابن اسحاق، این سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابن هشام این رو مختصر کرده، کوتاه کرده، بعضی زیادی ها بعضی کم ها کرده در اینجا برای ما ذکر می‌نماید. میگه برایش ما اینو ترک نمودم، چیزهایی که در آن ذکر از رسول صلی الله علیه و سلم نیست، میگه من آنها را چیز سند صحیح نیست، آنها را چو کردم یه طرف گذاشتم، که چیزهایی بودن که میگن نه آیات در این شان نازل شده است، نه احادیث صحیح در این مورد وابسته ان روایت شده است. برای خاطر ما بعضی از این چیزا رو کوتاه کردم، اختصار کردم برای سبکی این کتاب تا که ما و شما از این کتاب بهره بگیریم. اما میفرماید که اما من با توفیق الله
الله سبحانه و تمام آنچه که بیرون از این گونه روایت هاست جمع خواهم کرد. ابن هشام میگوید با توفیق الله سبحانه و تعالی هر سه که از روایت های صحیح و درست است من با توفیق الله سبحانه اینا را جمع کردم، جمع آوری کردم تا اونجایی که میگه روایت ها به ما رسیده است به طریق صحیح، از اونها گرفتم. و سپس میفرماید که ذکر نذر عبدالمطلب، ذکر نمودن نذر عبدالمطلب برای ذبح فرزندانش از اینجا شروع می شود. در بیان ذکر ذبح قربانی فرزندانش میفرماید که کان عبدالمطلب ابن هاشم فیما یزعمون والله اعلم، میگه روایت است که الله داناتر است که عبدالمطلب ابن هاشم وقتی که هنگامی کافتن چاه زمزم، چون اولین نفری که چاه زمزم رو در مکه مکرمه پیدا میکنه این همین عبدالمطلب است. میگه هنگام کافتن چاه زمزم من چاه زمزم رو میکافتم، قریشی‌ها با اون مقابله پیدا میکردن، سختی می آوردن. چرا این کارو میکنی؟ هر سخنو هر گپو میگفتن برای وای نمیگذاشتن. یعنی در همین جا هنگامی که این چاه رو میکافت عبدالمطلب، چاه زمزم رو، آب زمزمی که امروز در تمام جهان پاک در این آب است، این رو وقتی میکافت زمین رو میکند، نظر کرد و گفت که اگر الله سبحانه و تعالی برای من 10 فرزند بدهد، از من 10 فرزند به دنیا بیاید و سن آنها به بلاغت برسد، بالغ قدرتمند شوند، یکی از آنها را برای الله نزد کعبه قربانی میکنم، نمیکشم، ذبح میکنم، یکی از فرزندان خود را. وقتی که این 10 فرزند او به وای رسیدند، الله او را صاحب 10 فرزند کرد، عبدالمطلب را صاحب 10 فرزند قدرتمند، جسور، با عقل، با فراست. وقتی که صاحب این 10 فرزند شد، فرزندان او به وای رسیدند و او دانست که فرزندان او را حمایت میکنند، قوت گرفتند، چون در او زمان 10 فرزند داشتن، 10 پسر داشتن خاصتا یک بگیم که برای انسان شرف بود، آبرو بود، برخلاف اینکه دختر داشتن برایشون خواری و ذلیلی بود. برای همین نظر کرده بود و در این هنگامی که فرزندان خود را جمع کرد، آنها را فریاد زد، از نظری که کرده بود با فرزندانش خبر داد و از آنها خواست که به این نظری کردهش وفا کند، یعنی یکی از فرزندان خود را قربانی کند و در بین مردم هم اعلان کرد این را و آنها اطاعت کردند، سرکشی نکردند و پرسیدند که چگونه باید عمل کنیم، یعنی چیکار کنیم. از پدرشون از عبدالمطلب پرسیدند، تسلیم شدند یعنی به قربانی یکی از آنها و گفتند چی باید کرد، چیکار کنیم. و عبدالمطلب بر هر یکی از آنها گفت که هر یکی از شما یک تیرچه را بگیرد، یک چوب را بگیرد، یک چیزی را بگیرد، در آن نامش را بنویسد، نامش را در آن بنویسد، روی خط کنه نامش را و نزد من بیارد. محکم کرده. میفرماید که فعلوا، یعنی این کار را انجام دادن، ثم اتوه و فدخل فیهم علی حبل من جوف الكعبه، آنها این کار را انجام دادن، این کار را کردن، نامهای خود را هر یکش نویساندن و آوردن و به پدرشان دادن. عبدالمطلب آنها را با داخل کعبه نزد حبل برد. حبل یک از بگم که همون بت‌های کلان و حبل برای چاهی که داخل کعبه بود که در آن چاه تحفه‌های کعبه را جمع کردند در آنجا قرار داشت. فقال عبدالمطلب لصاحب القداح، عبدالمطلب بر صاحب قداح، همون صاحب تیرها، همون نامها را نوشته کرده بودند، در داخل هم یک چوبچه دوخته بودند، به همون کسی بعد از همون به همون گفت و در اینجا این کارو کرد و فرمود که به نام فرزندانم این تیرها را قرعه انداز، به نام فرزندانم این تیرها قرعه پرتایی کنید. در داخل یک چیز انداختن، نامها را نوشتند 10 فرزند و گفتن با نام فرزندانم انهمی تیرها را قرعه پرتایی کنیم، کدامی از اینها برآید آن قربانی می شود در نزد کعبه. و او را از این نظرش آگاه کرد و هر یکی از فرزندانش تیرچه خود را که نامش روی خط کرده بود، نوشته شده بود، به فرزندش این تیرچه را داد، در حالی که عبدالله ابن عبدالمطلب که پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، خردترین فرزندان او بود و زیباترین فرزندان او بود و خوشگلترین فرزندان او بود و از دوست داشته‌ترین فرزندانش بود. و هم در اینجا اشتراک میکرد در این قرعه پرتایی، در این ذبح قربانی. میگه قال ابو اسحاق میگه در اینجا گفت کان عبدالله فیما یزعمون احب ولد عبدالمطلب الیه. ابن اسحاق میگوید که روایت است که عبدالله از همه فرزندان عبدالمطلب به او عزیزتر بود، شیرینتر بود و در نظرش زیباتر بود، خردسالترین فرزندانش و زیباترین و عزیزترینش. و عبدالمطلب امید داشت و باور داشت که اگر تیر به عبدالله نافتد او نجات می‌یابد. عبدالمطلب می‌فرماید فلما امر صاحب القداح بالضرب بها، وقتی که صاحب تیرها را قرعه انداخت، قرعه پرتایی کردند، قام عبدالمطلب عند حبلی، عبدالمطلب برخاست و به نزد امین حبل رفت، همین هیکل همین بود. فلما اخذ صاحب القداح فضرب، هنگامی که همین کسی که همون قرعه پرتایی در دست وی بود کشیدند، در اینجا قرعه به نام عبدالله برآمد، نیکوترین و زیباترین و شیرینترین فرزندانش به نام عبدالله این
قرعه برآمد. اکنون دیگر چاره جز قربانی نیست، باید قربانی شود. چون مردم پیش از عرب در جاهلیت بودند، در بی‌دانش و بی‌علمی بودند، ولیکن با عهد و پیمانی که میکردند با آن اجرا میکردند. باز وقتی که صاحب تیرها قرعه انداخت، قرعه پرتایی کرد، عبدالمطلب نزد حبل ایستاد و دعا کرد و دعا میکرد. این هنگام بود که تیر به نام عبدالله برآمد و عبدالمطلب دست عبدالله را در این حالت بود که گرفت و کارد را که تیز آماده بود برداشت و رفت تا اینکه او را ذبح کند. فرزندی که بدون وی حیات ندارد، بدون وی زندگی ندارد و خواست این نظر کردهش را انجام بدهد. فقامت الیه قریش. این هنگامی که قریش از مجلس‌هایشان برخاستند، چون تمام قریش، بزرگان قریش، سرداران رهبران همه در آنجا حضور داشتند که عبدالمطلب از سرداران قریش بود. قریش از مجلس‌هایشان برخاستند چون عبدالله در نزد همه دوست داشته بود، پدر محمد صلی الله علیه و سلم. قریش از مجلس‌هایشان برخاستند و گفتند ای عبدالمطلب، چی میخواهی بکنی؟ گفت او را ذبح میکنم، او را قربانی میکنم. قریش برخاستند و فرزندان اونها برخاستند و گفتند قسم به الله هرگز او را ذبح نمیکنی. نخواستند او را منع کنند، از این کارشون خواستند او را منع کنند. قسم به الله او را ذبح نمیکنی، او را هرگز ذبح نکن، یگام عذر بیاور. اگر تو این کار را بکنی هر کس دیگر فرزندانش را برای ذبح میآورد، از تو پیروی میکنند. پس آدمان چگونه دیگر پس از این کار زنده میمونند؟ این کار را نکن. و در این هنگام مغیره ابن عبدالله برخاست، بر وی گفت که عبدالله فرزندی خواهر قومش بود. والله لا تذبحوا ابدا. گفت قسم به الله این کار را هرگز مکن، حتی یگام عذر برای وی بیاوری. پس گفت مال ما جان ما فدای او بود. این سخن را گفتند این کار را مکن. و قریش برخواستند و گفتند که این کار را مکن، به حجاز برو، در آنجا یک فالبین است که خطا نمیکند. گفتند رو توصیه دادند که این کار را نکند، برای ارشاد فرمودند رو نزد وی، از او بپرس، سپس تصمیم بگیر. این کار نکن، صبر کن، سپس تصمیم بگیر برای ذبح عبدالله و با ذبح او هم امر نکن. گفت صبر نما، شاید تو در نزد این فالبین یگام راه را بیابی، شاید یگام پیشنهادی برای تو بکند. قبول کن این سخن را بود که قبول کرد. مغیره ابن عبدالله ابن عمرو ابن مخزوم که عبدالله پسر خواهر قومش بود گفت با الله قسم هرگز او را تو ذبح نمیکنی، نکن او را. هر کسی از هر طرف صدای برآورد. این بود که به سوی مدینه رهسپار شدند. فانطلقوا حتی قدم مدینه، تو به سوی مدینه رهسپار شدند، حتی به مدینه رسیدند. و در این روایت آن فالبین را در آنجا یافتند، پیدا کردند، آن کس که پیشنهاد کرده بودند و به نزد او رفتند و از وی پرسیدند در این مورد، جوابی را خواستند تا که عبدالله نجات بیابد. و عبدالمطلب قصه خود را خبر داد، خبر پسرش و نظرش را برای ذبح کردن پسرش، یک از پسرانش، بر این فالبین خبر کرد و گفت. و این هنگام بود که این فالبین بر او گفت امروز از نزد من بروید، دور شوید، تا اینکه من یک تصمیم بگیرم، تا که یک فکر کنم، تا که تابع من، کسانی که با من اصلا از آنها بیاین، من از آنها بپرسم، با آنها مصلحت نمایم. پس فرجعوا من عندها، از نزد وی برگشتند. فلما خرجوا عنها، هنگامی که از نزد وی برآمدند، از نزد فالبین برآمدند، قام عبدالمطلب یدعو الله. در این هنگامی که دلشون پر از غم و غصه، عبدالمطلب وقتی از نزد این فالبین برآمدند دستی بر دعا برداشتند و دعا کردند، الله را دعا کردند. و صبح روزی دیگر بود که به نزد فالبین رفتند، چون وی گفت که بروید فردا بیایید. و از وی پرسیدند و در این هنگام بود که این فالبین از اونا پرسید که دیه، یعنی خونی که ریخته می شود در نزد شما چند است؟ یک آدم قتل، یک آدم خونی که یک آدم کشته می شود، خونی وی دیه وی چند است؟ در این هنگامی که گفتند که خونی وی دیه وی 10 شتر است. گفتند 10 شتر همین طور؟ گفتند بله همین طور، 10 شتر. پس بر آنها توصیه داد که قرعه پرتایی کنید و دیه وی رو 10 شتر ذبح نمایید. میفرماید فرجعوا الى بلدهم ثم فرحوا ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الابل. پس فالبین بر اینا گفت، توصیه داد به شهر خود برگردید و سپس دوستتان عبدالله را حاضر کنید، بیاریدش در شهر خودتان، یعنی در همونجا، و 10 شتر را نیز بیاورید، 10 شتر را بیارید و عبدالله را حاضر نمایید. و در این هنگام میان عبدالله و این 10 شتر قرعه پرتایی کنید کدام از این برآمد. و فرمود که اگر تیر به نام دوستتان عبدالله برآمد، شماره شتر را باز دیه را افزایش دهید، زیاد کردن گیرید. این توصیه را داد تا آن دمی که الله راضی شود. اگر تیر به نام شترها برآمد، آنها را برای او ذبح کنید، زیرا الله راضی شده است از این کار و این عبدالله دوستتان نجات می‌یابد. این سخن را که گفت وی فالبین گفت و می‌فرماید که فرجعوا حتی قدموا مکه، و برگشتند حتی به مکه رسیدند. فلما اجمعوا على ذلك من الامر، وقتی که آنها به مکه برگشتند، وقتی که در این باره تصمیم گرفتند، اتفاق کردند،
این هنگام بود که عبدالمطلب برخاست و الله را دعا کرد. سپس عبدالله و 10 شتر را حاضر کردند و عبدالمطلب نزد حبل ایستاد و مشغول دعا و التجا شد. دعا کرد. بعد قرعه پرتایی شروع شد. قرعه پرتایی انداختند و در این هنگام بود که تیر به نام عبدالله برآمد. 10 شتر دیگر علاوه شد. دیگه 10 شتر بود علاوه شد. 20 شتر شد. قرعه پرتایی شد. باز دویم بارم تیر به نام عبدالله برآمد. عبدالمطلب باز دعا کرد و قرعه اندازی باز هم ادامه یافت، اما تیر بار سوم به نام عبدالله برآمد. 30 شتر شد. باز 10 شتر دیگر علاوه کردند. شماره شترها 10 20 30 رسید. عبدالمطلب الله را دعا کرد و قرعه انداختند، ولی تیر هم باز هم به نام عبدالله برآمد و این کار را ادامه دادند. به 30 به 40 به 60 به 50 به 60 به 70 شتر رسید و عبدالمطلب این هنگام باز دعا کرد، اما تیر هم هنوز هم به نام عبدالله برآمد. به 70 شتر رسید. 70 شتر باید قربانی شود و نهایت 10 شتر دیگه علاوه کردند. باز هم تیر به نام عبدالله برآمد. 80 شتر شد. باز 10 با دعا کرد عبدالمطلب. باز قرعه پرتایی کردند. باز به نام عبدالله برآمد. نهایت به 100 رسید. 100 شتر برای نجات عبدالله. 100 شتر قربانی باید شود. و فزعم ان عبدالمطلب قال لا والله حتى اضرب عليها 3. 100 شتر رسید و اینجا است که روایت است که عبدالمطلب گفت. در اینجا بود که قرعه انداختند. شترها برآمد و قریش و کسانی که در آنجا حاضر بودند، جمعی مردم، بزرگان قریش گفتند ای عبدالمطلب، الله از تو راضی شد، بس است یعنی دیگر. تا اینجا را رسید و سپس گفت قسم به الله تا 3 بار قرعه اندازم قانع نمیشوم. 3 بار دیگر یعنی. پس برای عبدالله و شترها را قرعه اندازی کردند. در حالی که عبدالمطلب راست ایستاده دعا میکرد، تیر به نام شترها برآمد. باز بار دوم قرعه اندازی کردند و این هنگام بود که باز عبدالمطلب دعا میکرد. باز تیر به نام شترها برآمد. سپس بار سوم بود قرعه انداختند و عبدالله ایستاده دعا میکرد و زاری و تولا و التجا میکرد و تیر باز هم به نام شترها برآمد. قرعه به نام شترها برآمد. 3 بار در اخیر 10 بار قرعه پرتایی کردند، به نام عبدالله برآمد. بعد عبدالله ذبح شود. بار صدوم بود که قرعه به نام عبدالله برآمد، به نام شترها برآمد. گفت نه قسم به الله من این رو 3 بار انجام میدهم. این کار رو 3 بار انجام دادم. به نام شترها برآمد، به نام شترها برآمد، به نام شترها برآمد. دل عبدالمطلب سپس آرام گرفت. منش کردم گفتم خیر بس است، الله راضی شد. لیکن قلبش آرام نگرفت. 3 بار دیگر این کار انجام داد که به نام شترها برآمد. قرعه انداخت. پس این شترها سپس 100 شتر برای الله قربانی شد. قربانی کردن این را و در اینجا بود که عبدالله نجات پیدا کرد و نجات یافت. سپس زواج عبدالله من آمینه، قسمت زیباترین ازدواج عبدالله با آمینه. عبدالمطلب عبدالله را برد تا به نزد وهب ابن عبدمناف ابن زهره ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فیح رسانید تا آنجا را. و این وهب در آن روزها از نظر نسب و مقام و سروری در بنی زهره بود، در بنی زهره، قبیله زهره. عبدالمطلب که آمینه بنت وهب بود، آمینه بنت وهب را که در آن زمان بهترین زن در قریش بود. آمینه بنت وهب بهترین زن در قریش بود. از لحاظ نسبش، از مقامش، از جایگاهش به عبدالله بزنی دادن، ازدواج کردن، توی عنعنه ها کردن و مدت زندگی نکرده بودن که در اینجا قصه نوبتی سر میشد. موت عبدالله، وفات عبدالله. میفرماید که ثم لم یلبث عبدالله ابن عبدالمطلب ابو رسول صلی الله علیه و سلم، دیر نگذشت که عبدالله ابن عبدالمطلب پدری پیامبر الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. دیر نگذشته در حالی که مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم آمینه حامله دار بود. یعنی که هنگامی که آمینه 2 ماه در شکم مادرش حامله دار شده بود، پدرش وفات کردند. در تجارت میرفتن وفات کردند. حتی از خبری حامله داری همسرش هم به خبر بودند، وفات نبودند. میفرماید که تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم و شیرخورگی او ابن اسحاق میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 12 ربیع الاول در سال فیل تولد شدند صلی الله علیه و سلم. به بعضی از روایت ها قال ابن اسحاق میگوید فلما وضعته امه، هنگامی که وقتی که مادرش آمینه او را تولد کرد، عبدالمطلب
бар ӯ дарҳол хабар фиристониданд ки барои ӯ писаре таваллуд шудааст. набирае, ба зудӣ биё ӯро бибин. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ва абдулмутталиб аз хушҳолию хурусонӣ дарҳол омаданд ва ба ӯ назар карданд. ривоят аст ки абдулмутталиб ӯро гирифт. ҳангоме ки ӯро гирифт, дарҳол ба назди Каъба рафту дохили Каъба бурд. дохили Каъба шуд. аввалин маконе ки пайғамбар қадам гузошт баъди таваллудаш ин дохили Каъба буд. дохили Каъба шуд. ӯро дохили Каъба бурд ва дар он ҷо истоду Аллоҳро дуо кард ва Аллоҳро шукргузорӣ кард бар ин неъмате ки ба ӯ ато кардааст. ва сипас ӯро ба модараш баргардонд ва ӯро дар он ҷо номгузорӣ кард. бар ӯ номеро гузошт ки дар байни араб ин ном бениҳоят кам буд. қариб ки шинохта намешуд. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. ва дар ин ҳангом Абдулмутталиб барои пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аз пайи ҷустуҷӯи доя ширдиҳанда қадам зад ва ҷустуҷӯ кард. ва ин ҳангом буд ки зане аз бани Саъд ибни Бакр ки номаш Ҳалима бинти Абу Зуайб буд, ӯро дарёфтанд. ӯ ширдиҳандаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам қарор гирифт. саллаллоҳу алайҳи васаллам. насабу абиҳи саллаллоҳу алайҳи васаллам фи ридоа. насаби пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, насаби падари пайғамбар аз ширхорагӣ. насаби падари пайғамбар аз ширхорагӣ. номи падари пайғамбар аз ширхорагӣ ки ӯро ҳамсараш шир дода буд Ҳорис ибни Абдулузза аст. ибни Рофиъ ибни Малан ибни Насира ибни Фусай ибни Надр ибни Саъд ибни Бакр ибни Ҳавазин. ин падараш аз ширхорагӣ буд саллаллоҳу алайҳи васаллам. пас бародарони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ширхорагӣ, бародарони ӯ. ибни Исҳоқ мегӯяд ки бародарони пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ризоият, аз ширхорагӣ инҳо буданд: Абдулла ибни Ҳарис, Аниса бинти Ҳарис ва Ҳузофа бинти Ҳарис, ки иро Шаймо низ мегуфтанд ва ин лақаб ба номи ин ғолибан машҳур аст, ба тавре ки дар миёни қавмаш танҳо бо ин ном шинохта мешуд. аммо Ҳалима бошад, Ҳалима бинти Абу Зуҳайб ва Абдулла ибни Ҳарис модари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ризоятш буданд. Ҳалима модараш буд ва Абдулла ибни Ҳарис падараш буд аз ширхорагӣ саллаллоҳу алайҳи васаллам. сипас حديث حليمة عما رأته من خير بعد میگه که سخن حلیمه سعدیه، سخن حلیمه، سخن مادری پیامبر صلی الله علیه و آله از شیرخوارگی، میگه سخن حلیمه درباره آنچه که از خیر بعد از قبول پیامبر صلی الله علیه و آله دیده است. این رو حلیمه قصه میکند. قال ابن اسحاق میگه عن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. ابن اسحاق از عبدالله ابن جعفر ابن ابو طالب یا کسی که به اون نقل کرده است روایت میکند که گفت حلیمه بنتی ابو ذؤیب السعدیه، حلیمه سعدیه میگن وای رو اصلا به این نام مشهور است، حلیمه سعدیه، مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم از رضاعیت، از شیرخوارگی نقل کرد. میگوید که من میان زنان بنی سعد ابن بکر در جستجوی کودکان شیردهنده بودم. یعنی که مردم در موسم از موسم بر سوی شهر از دهات می آمدن به سوی مکه تا اینکه از دهه ها مردم رو بگیرن، کودکان رو بگیرن و آنها رو روان تربیت نمایند در دهات. چون باد و هوای دهات نقی، تازه و پاکیزه بود و فرزندان زبان عربی فصحی را از خود میکردند و همچنین پاکیزه با پاکیزه رشد میکردند، قوی و جسارت پیدا میکردند و زبانشون فصحی و قوی میگشت و عقلشون رشد میکرد و همچنین اینها چیز برای زندگانی خود یک کسب و کار را چیز به دست میآوردند. پس حلیمه سعدیه که مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم از رضاعیت بود او را شیر داده است، نقل میکند که میگه من در میان زنان بنی سعد ابن بکر در جستجوی کودکان شیردهنده بودم که این سال میگه این سال بسیار سال خوشسالی بود، خشکی بود، قحطی بود. حلیمه سعدیه مادر شیرخواره پیامبر میگوید که چیزی برای ما باقی نمانده بود، چیزی میگه نداشتیم، فقیر و کم بخل بودیم، با الهه برای ما خوشسالی. میفرماید که من در سرزمین خود با شوهرم و پسرکی خردسالم که شیر میخورد به نیت نیک میگه بیرون برآمدیم، از دهها و شهرهای خود برآمدن در جستجوی کودکی تا که وی رو بگیرن و کلان نمایند، یک رزق روزی رو به دست بیارن تا که از این خشکی هلاکت آمیز رهایی یابند. این رو حلیمه سعدیه قصه کرده شده است و نقل میکند که من در میان زنان بنی سعد ابن بکر در جستجوی کودکان شیردهنده بودم که این سال میگه بسیار سال خوشسالی بود که چیزی برای ما باقی نمانده بود. از سرزمین خود با شتر یک متای اندکی رو میگه با همراهی خود گرفتیم، با همراهی شوهرم میگه بیرون شدیم که
شترشون شتر یک شتر بگیم که مادر شتر بوده است. قسم به الله میگوید که میگه شتران ما حتی یک قطره شیر هم نداشت. میگوید که ما تمام شب را با سبب گریه کودک خردسالمان حتی خود شیر نداشتن که کودک خود را شیر بدهند. شیر نداشتن خودش کودک را شیر بدهند. میگوید قسم به الله ما تمام شب را با سبب گریه کودک خردسال خود فرزند خود داشتن که از گرسنگی گریه میکرد که تمام شب رو میگه ما را خواب نبرد، نتوانستیم خواب کنیم. میگوید که من در پیستانم در سینه‌ام چیزی باقی نمونده بود، از شیر قاق شده بودم، چیزی نداشتم که او را سیر کنم. فرزندش رو در راه هستند و همچنین در شتر ما هم چیزی هم باقی نمونده بود، چی که خود بخوریم یا که پسر خود را بخورانیم. اما میگوید که ما امید داشتیم که باران ببارد و ما از این قحطی و گرسنگی و تشنگی نجات بیابیم. حتی منتظر در بیابان خشکسالی منتظر یک آب بودند که یک باران ببارد، اینها حداقل حلق خود تشنگی خود را سیراب کنند. میگوید که ما با کاروانیان قافله‌های کاروان که با شترها میرفتند، میگه با آنها رفتیم. میگه علاوه بر این باز شتر ما نسبت به شترهای دیگر خیلی ضعیف بود، ناتوان بود. شتر ماده بود، ناتوان بود. از همه عقیب ماندیم. کاروانیان ما را گذاشته رفتند و در زندگی درا دشواری‌های سختی را پیدا کردیم. قحطی، گرسنگی، سختی با شترشان در روایت‌های لنگم بود، شلم بود، توان رفتن رو هم نداشت. همه خلاصه آنها را گذاشت و آنها در بیابان تنها ماندند از عقیب. میگه وقتی که ما در مکه رسیدیم، هم موقع ما این بود که در دستوری کودک بگردیم، یک کودک رو به دست بیاوریم از شهر تا که سبب رزق روزی ما بگردد آن کودک. و میگه که هر کسی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذشت و او را قبول نمیکردند. صلی الله علیه و سلم نمیگرفتند او را، به خاطر اون که یتیم بود، بی سرپناه بود، پدرش وفات کرده بود و کودکان یتیم غالبا بر آنها کم مبلغ میدهند از یتیمان. حلیمه سعدیه میگه که هیچ زن میگه از میان ما نبود مگر اینکه به نزد پیامبر گذشت که پیامبر بر او پیشنهاد کردند. اما وقتی میگفتن که او یتیم است، صلی الله علیه و سلم او یتیم است، بی پدر است، او را قبول نمیکردند. میگویند که زیرا ما امید داشتیم که از پدر این کودک یک نیکی بینیم، یک روزی بینیم، یک زندگی ما کمی خوب شود، مبلغی به دست بیاوریم. میگوید که ما میگفتیم، زنها میگفتن، میگه ما میگفتیم که یتیم است، مادرش و بابایش چیکار کرده میتوانند، به همین سبب که میگه ما او را نمیگرفتیم، پیشنهاد میشد ما رد میکردیم، قبول نمیکردیم. میگه هر زنی که با همراهی ما آمده بود بر این شهر مکه، یک کودک شیرخواره را به خود گرفته بود. هر که به خود چیز یافت، ولی هیچ کس پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول نکرد. میگوید حلیمه که وقتی تصمیم گرفتیم که برگردیم، به شوهرم گفتم. چی گفتم به شوهرم؟ گفت که حلیمه میگه به شوهرم گفتم به الله قسم من نمیروم از میان این زنان بنی سعد، نمیروم مگر اینکه کودک بگیرم، مگر اینکه یک کودک رو بگیرم. قسم به الله من این یتیم رو به خود میگیرم و او را با خود میبرم. در این هنگام بود که حلیمه میگوید شوهرم گفت. پس در این هنگام حلیمه سعدیه میگوید که شوهرم بر من گفت. چی گفت؟ اشکال ندارد، مانعی نیست، این کار را بکن، شاید الله سبحانه و تعالی بر ما در این کارمان برکت قرار دهد. و حلیمه میگوید که من به سوی آن کودک رفتم، یعنی که به سوی محمد صلی الله علیه و سلم رفتم و آن کودک را با خود گرفتم و تنها او را با این سبب گرفتم که دیگر کودک نیفتیم، هیچ کس دیگری نیفتیم که بگیریم بجز این صلی الله علیه و سلم. میفرماید وقتی که او را گرفتیم و به خیمه خود برگشتیم، بر خیمه خود وقتی که برگشتیم، وقتی که او را در بغلم گرفتم، میفرماید که پر از شیر شدم و هنگامی که بر او نزدیک کردم و آن شیر را نوشید. میگوید هر قدری که خواست نوشید. او شیر خورد تا سیر شد و برادرش پسر خردسال حلیمه میگه او نیز نوشید و خوب و هر دو سیر شدند. میگه وقتی خوردن سیر شدن، میگه سپس خوابیدن، هر دو میگه خواب رفتن. در حالی میگه پیش از این میگه ما هیچ خوابی را ندیده بودیم به سبب گریه فرزند خود. وقتی سیر شدن میگه خواب رفتن. میگه هنگامی که شوهرم به سوی شتران رفت، در حالی دید که میگه این شتوری که اصلا شیر نداشت و ضعیف بود، میگه پر از شیر است، پیسونش ورم کرده دم کرده است، پر از شیر است. میگه از آن شیر نوشید و از آن شتور میگه از شیرش تو ما نیز نوشیدیم و سیر شدیم و این شب رو با خیر، با سری، با پوری، با آرامش میگه ما شب گذراندیم و خواب رفتیم. کودکا هر جا خواب رفتن. در این هنگام است که حلیمه میگوید که صبح شوهرم گفت قسم به الله، ای حلیمه، گفت قسم به الله تو ای حلیمه یک فرزند مبارک تو گرفتی، تو یک فرزند مبارکی رو گرفتی. و حلیمه در جواب گفت که من هم از الله بر این امید دارم، من هم از الله امید دارم که این فرزند مبارک باشد. قالت میگه گفت حلیمه ثم خرجنا، سپس بر اومدیم. نقل میکن حلیمه و رکبنا انا آتانی و حملت علیه معی. میگه حلیمه نقل میکند که سپس ما بیرون شدیم و به شترم سوار شدم، در حالی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با من بود، با من سوار شد به این شتر. میگوید فوالله قسم به الله
قسم به الله آن شتر چنان قوی شد که تمام شتران کاروانیان را گذشت، به طوری که هیچ یکی از شترهای آنها نمیتوانستند این کاروان شتر حلیمه را دریافت کنند. همه را گذشته رفت و زنان کاروانیان به سوی حلیمه گفتند، برگشته گفتند ای دختر ابو زعیب، آیسته برو الله اکبر، رحم کن بر ما، آیسته تر. و گفتند آیا این همان شتری نیست که تو با آن بیرون آمده بودی؟ آیا همان شتر لاغر تو نیست که عقیم مانده بودی؟ حلیمه میگوید که بله، من گفتم بله، به الله قسم که همان شتر ضعیف است که عقیم مانده بودیم. و این هنگام بود که میگه آنها گفتند به الله قسم، میگه این یک معنی دارد، این بیهوده نیست، یک حکمتی در این هست. قالت، میگه گفت حلیمه ثم قدمنا منازلنا من بلد بنی سعد. حلیمه میگه که ما به منزلهای خود به سرزمین بنی سعد رسیدیم و این سرزمین بنی سعد میگه که من زمین را از این سرزمین بنی سعد خوشتر ندیده بودم، خوشتر، خشکسالتر، هیچ چیز در روحتون نمیروید. میگه به آن سرزمینهای خود برگشتیم، میگه من هیچ سرزمین را از این سرزمین ده خشکسالتر نمیدیدم. تمام امید ما کنده بود که این زمین هیچ حاصلی برای ما نمیدهد، بی نتیجه، بی منفعت. اما وقتی که با او پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با آنجا آمدیم، میگوید به الله قسم گوسفندان ما هر شب پر از شیر برمیگشتند. گوسفندان ما هر شب پر از شیر برمیگشتند. شیر آنها رو میجوشیدیم، مینوشیدیم، در حالی که دیگر همسایگان از این سرزمین میگه یگام چیزی نمیافتند، هیچ نمیافتند. نه که گوسفندان ما میرفتن بگاهی میومدن پر از شیر از همه. میگه مردم قوم ما به چوپانان خود میگفتند وای بر شما میگفتن که وای بر شما، میگویند اگه مردم قومش رو سرزنش میکنند گوسفندچرانا را، چوپانا را، میگه وای بر شما، میگه شما گوسفندا را کجا میبرید آخه؟ و چوپان دختر این ابو زعیب کجا میبرد؟ یک بار با گوسفند وای بینگره چگونه فربه و خوشرو و زیبا و قدر شیر دارن و شما گوسفند را در کجا میچرید؟ قدر میگه وگوی لاغر هیچ چیز ندارن. گوسفندان آنها پر از شیر و گوسفندان ما یک قطره شیر نمیدهد، در حالی که حلیمه میگه که گوسفندان آنها خراب و لاغر به شیر می آمدن، در حالی گوسفندان ما پر از شیر می آمد. میگه ثم نزل نتعرف من الله زیادته والخیر حتی مدد میگه سنتن. ما پیوسته از الله زیادتی و خیر رو احساس میکردیم. از روز اولی گرفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر و احسان نیکویی رو میگه ما در خاندان خود پیدا کردیم، زیادتی رو. تا 2 سال کامل میگه در این نیکویی ما زندگی کردیم، 2 سال کامل، روز تا روز، هر لحظه، هر دقیقه که پیامبر به وی میرسید صلی الله علیه و سلم، همون قدر خیر ما بیشتر میشد، زندگی ما خوبتر میشد از برکت پیامبر صلی الله علیه و سلم. میگه او به این طور غیر عادی بود. رسول میگه به طور غیر عادی به وی میرسید، نه به مثل هر کودک دیگری. عقلش، هوشش، درکش، فکرش، جسمش، میگه به مثل دیگر پسرا نبود صلی الله علیه و سلم. میفرماید پیش از اینکه 2 سالش پر شود، 2 سالگیش کامل شود، میگه یک کودک پرقوت شد، قوی شد، شجاع شد. میگه فکلمنا امه و قلت لها، سپس میگه به نزد مادرش رفتیم، بردیم او را. بعد 2 سالگی به نزد مادرش بردیم، در حالی که پیش از هم میخواستیم که او در میان ما بماند، در حالی که به نزد مادرش پیامبر را بردیم چون تا 2 سالگی بود، ولی که نمیخواستیم که او را به مادرش بدهیم، میخواستیم با ما بماند با این خیر و برکت. میفرماید که زیر ما برکت او صلی الله علیه و سلم دیدیم و سپس وقتی او را بردیم با مادرش صحبت کردیم و با مادرش گفتیم اگر پسرت رو نزد من بگذاری تا کلانتر شود خوب می بود. و مادرش این گونه گفتیم بر امینه و گفتن که زیرا من از وبای کعبه، از بیماری های کعبه، از بیماری های مکه می ترسیم، از برای این عبدالله خوف داریم، خطر داریم. میگه ما با وی صحبت کردیم تا او را راضی کنونیم که او محمد صلی الله علیه و با همراهی حلیمه سعدیه و شوهرش باقی بماند. سپس در اینجا وقتی که مادرش آمینه راضی می شود و بر سوی با قومشون برمیگردند، با سوی خاندان خود برمیگردند با همراهی محمد صلی الله علیه و سلم، در اینجا حادثه می شود. میگه حدیث ملکین الذین شق بطنه صلی الله علیه و حدیثی که آن 2 ملائکه‌ای که آمدن و شکم پیامبر صلی الله علیه و سلم را شکفتند، چاک کردند. حلیمه نقل میکنه که ما با او، یعنی با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برگشتیم. به الله قسم چند ماه پس از برگشتنمون با او صلی الله علیه و سلم، در حالی که او رسول صلی الله علیه و سلم با برادرش شیرخوارگیش
در پس خانه ما گوسپندها رو میچراندند، در حالی که برادرش دویده میگه نزد ما آمد، نزد حلیمه آمد و داد و فیغان کرده میگه گفت آن برادر قریشی من، آن برادر قریشی من. داد و فیغان برداشت و گفت که دو مرد با لباسهای سفید او را گرفتند و به زمین او را خوابانیدند و شکمش را چاک کردند. این سخن را بر حلیمه و عبدالله در حال گفت برادرش. حلیمه میگه که از ترس و وحشت رو ما با پدرش در حال برخاستیم و دویدیم به سوی او، شتافتیم و در حال پیامبر یافتیم که او ایستاده است، ولی رنگ رویش پریده بود، رنگ رویش تغییر یافته بود، در دهشت بود. در حال او را در آغوش گرفتم میگوید حلیمه و پدرش او را در حال در آغوش گرفت و از محمد صلی الله علیه و سلم پرسیدیم ای پسرم تو را چی شده است؟ تو را چی شده است؟ و در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند دو مرد با لباسهای سفید به نزد من آمدند و من را با زمین خوابانیدند و شکمم را چاک کردند و از شکم من چیزی را جستجو کردند که نمیدونم او چی بود. شکمم را کفتند و از در داخل شکمم چیزی را جستجو میکردند در حالی که خود نمیدونم. حلیمه میگوید که پس ما او را با یک ترس و دهشت برگرداندیم. میگه او را. در اینجا شروع میشود قصه رجوع حلیمه بهی، یعنی با پیامبر صلی الله علیه و الی امه، یعنی که بازگشت کردن برگرداندن حلیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به نزد مادرش. حلیمه نقل میکند که پدرش یعنی شوهر حلیمه، پدر شیرخوراک محمد صلی الله علیه و سلم به من گفت ای حلیمه من میترسم که این پسر به یگام آسیب گرفتار شود، به یگام مصیبت گرفتار شود و پیش از آن که چیزی بر وی آشکار شود بیا او را به خانواده‌اش بر بگردانیم. ترسیدن. میگوید که حلیمه که من او را گرفتم و به نزد مادرش بردم. مادرش آمینه گفت ای دایه همزن شیردهنده، چی چیزی تو را وادار کرد که او را بیاوری، او را باز بگردانی؟ در حالی که بسیار می‌خواستی که محمد در نزد باقی بماند، چرا او را آوردی؟ چی سبب شد؟ حلیمه میگه که من گفتم. حلیمه در جواب گفتن الله سبحانه و تعالی، یعنی الله پسرم را به کمال رساند و من وظیفه‌ام را ادا کردم و من از حادثه های احتمالی بر او ترسیدم. یگام حادثه شدن، حادثه های احتمالی، پس او را به سوی تو برگرداندم، چون که تو خود این رو هم میخواهی. آمینه هم این رو میخواست که جگربندش در نزدش باشد. سپس آمینه گفت آیا تو از شیطان برایش میترسی؟ آیا تو از شیطان برایش ترسیدی؟ این سخن دو بار تکرار کرد. گفتم بله. وی گفت نه، قسم به الله، مادرش یعنی قسم به الله که شیطان بر او هیچ راهی ندارد. قسم به الله که شیطان برای او هیچ راهی ندارد. تو در این حالت میتوانی که آرام باشی، یعنی که حلیمه را تسکین داد تا که آرام بگیرد و آرامش پیدا نماید. و گفت نه، به الله قسم شیطان بر تو هیچ راهی ندارد و پسرم دارای مقام بزرگ است. آیا خبری او را بر تو نگفتم؟ آمینه سین حلیمه گفته ایستاده است. آیا خبری او را بر تو نگفتم؟ در حالی که حلیمه گفت که بله گفتی. آمینه گفت وقتی که به او یعنی به محمد حامله دار شدم، حامله داریم بسیار سبک بود، نه مثل دیگر طبیعت زنها. و وقتی که او را به دنیا آوردم یک نور از من بیرون شد که قصرهای بصرا و سرزمین شام رو روشن کرد، همه رو روشن کرد. و گفت که بعد وقتی که او را حامله دار شدم، به الله قسم که هیچ حامله داری از این حامله داری سبکتر ندیده بودم. بسیار برایم سبک بود، حتی حسش نمی کردم. وقتی که او را تولد کردم دستش را به زمین گذاشت و سرش را به سوی آسمان بالا کرد. پس گفت او را بگذار به سوی راست، برای به سوی راست رهسپار شود. اما در اینجا بعضی از روایت های هست مثلا که در اینجا سر را در زمین گذاشته است امتی گفته است، نه این اساس نداره، این روایت صحیح نیست. شاید با گوش کسی رسیده باشد، این روایت صحیح نیست. و او صلی الله علیه و سلم میفرماید و الانبیاء قبله رعوا الغنم، و او صلی الله علیه و سلم و انبیایی که پیش از او بودند گوسپندچران بودند. قال ابن اسحاق، ابن اسحاق میگوید و کان رسول صلی الله علیه و سلم یقول، این که پیامبر الله میگفتند. چی میگفتند؟ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، هیچ پیامبری نبود مگر اینکه گوسپندچرانی کرده است، چوپانی کرده است. کیلا گفته شد و انت یا رسول الله، کسی پرسید گفت و تو هم ای رسول الله گوسپندچرانی کردی؟ قال و انا، گفتم من هم گوسپندچرانی کردم. صلی الله علیه و سلم. پس افتخار او صلی الله علیه و سلم به قریشی بودنش
و شیر خوردن او صلی الله علیه و سلم از بنی سعد. ابن اسحاق میگوید که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به یارانش میگفت، به صحابگان میگفت من عربترین شما هستم، انا اعربکم، من عربترین شما هستم، فصیح ترین شما هستم. انا قریشیون، من قریشی هستم. استردعت من بنی سعد فی بنی سعد ابن بکر، من شیر خوردم، شیرخورگیم را در بنی سعد ابن بکر گذرانیدم، از آن قبیله نیکو شیر خوردم. در این جاست که قصه غمانگیز به پیش چشم ما میگذارد که این وفات آمینه مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم و بابایش عبدالمطلب پس از آن. ابن اسحاق میگوید که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با مادرش آمینه بنت وهب و بابایش عبدالمطلب ابن هاشم بود و الله سبحانه و تعالی او را حفظ کرد که پیامبر الله به طور زیبا و نیکو به وای رسید. ابوبکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم میگه که از من نقل کرد که مادر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آمینه وفات کرد در حالی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم 6 ساله بودند. در سن 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم که مادرشون از دنیا درگذشتند در یک محله که به نام ابواه است که آن محل میان مکه و مدینه قرار دارد، در حالی که آمینه به نزد خویشاوندانش رفته بود، بنی عدی ابن نجار آنجا رفته بودند تا آنها را زیارت کنند و هنگام بازگشت به مکه مکرمه در آن مکان که ابواه نام دارد در آنجا وفات کردند. مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق میگوید که فکان رسول صلی الله علیه و سلم مع جده عبدالمطلب ابن هاشم، این که پس از آن که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم مادرش وفات کردند با بابایش عبدالمطلب ابن هاشم قرار گرفت، در رعایت و سرپرستی او قرار گرفت که برای عبدالمطلب در سایه کعبه بستری قرار داده بود و فرزندانش در گرد آن می نشستند تا آنکه خودش عبدالمطلب حاضر شود و هیچ یک از فرزندانش از روی احترام بر بالای این بستر نمی نشستند به خاطر احترام پدرشان. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آن وقت که پسر جوانی بود می آمد و بر بالای آن بستر می نشست، تکیه می کرد و اماکای باشد او را از آنجا دور می کردند، ننشین، من نکردند. اما عبدالمطلب وقتی که این را میدید میگفت پسر را بگذارید، پسر را رها کنید، پسر را ترک کنید، به الله قسم اون مقام بزرگی دارد، به خودش بگذارید او را، از دوستداری، از محبت. و هنگامی که در این جای خود آمد می نشست عبدالمطلب، سپس او صلی الله علیه و سلم در کنار خود در بالای این بستر می نشینند در نزد خود و پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم با دستانش نوازش میکرد، دوستداری میکرد او را و از کارهایی که پیامبر انجام داد خوشنود میشد، از او راضی بود. و این جاست که وفات عبدالمطلب، وفات بابایش عبدالمطلب فرا میرسد. ابن اسحاق میگوید که وقتی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به سن 8 سالگی رسید، عبدالمطلب ابن هاشم وفات کرد و این 8 سال پس از سال فیل بود. 8 سال پس از سال فیل بود. سال فیل برای ما معروف است، در سوره فیل هست که ابراهیم خواست کعبه را به خاک خون بکشاند، چپه کند. پس ولادت عباس علی سقایت زمزم، سپس ولایتی یعنی که مسئولیتی عباس عمکش بر سقایه، بر آبدهی زمزم، آبدهی مردم در مکه مکرمه، آب زمزم. چون در اول قصه ما گفتم که این چاه را با سروری عبدالمطلب بابای پیامبر صلی الله علیه و آله کنده شد که در اول قریش را خوش نآمد، ولی در آخر چیز برای این جنگ هم شده بود. ابن اسحاق میگوید که پس از وفات عبدالمطلب ابن هاشم مسئولیت زمزم را، یعنی آبدهی زائران را، حاجیان را، عباس ابن عبدالمطلب سروری کرد، به دست گرفت که در آن زمان عباس در میان برادرانش از همه خردتر بود و این مسئولیت در اختیار او قرار داده شده بود تا آنکه اسلام آمد و در دست او بود. این آبدهی زمزم اسلام آورد، مسلمان شد. پیامبر الله صلی الله علیه و آله این مسئولیت رو برای او در گردن او قرار داد و این مسئولیت تا امروز هم از نبیرگان و فرزندان عباس تا امروز هم چیز آمده است، قرار دارد. سپس هنگامی که عبدالمطلب بابایش وفات میکند، موضوع دیگر می کفالت ابی طالب لرسول الله صلی الله علیه و سلم، کفالتی را ابو طالب بر پیامبر صلی الله علیه و سلم به عهده میگیرد.
یتیمی او را به عهده میگیرد، سرپرستی را به عهده میگیرد. یعنی پس از وفات عبدالمطلب پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در کفالت عمکش ابو طالب قرار میگیرد. روایت است که عبدالمطلب به ابو طالب وصیت میکند که از او یعنی که از محمد صلی الله علیه و سلم نگاه بین کند، زیرا که پیامبر الله صلی الله علیه و پسر عبدالله بود و عبدالله پسر عبدالمطلب بود و ابو طالب عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، برادر عبدالله بود، از یک مادر بودند و به عهده میگیرد این مسئولیت را. و در اینجا سپس قصه عجیبی می شود. میفرماید نزول رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بی بحیره، فرآمدن رسول صلی الله علیه و سلم، یکی ملاقات پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با بحیره همون راهب. و ابن اسحاق میگوید که سپس ابو طالب با یک کاروان تجارت به سوی شام رهسپار شد. ابو طالب رهسپار شد، سفر کردند از برای تجارت. وقتی که برای سفر آمادگی دید و تصمیم برفتن را گرفت، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با گفته روایت ها که با او سخت دلبستگی داشت به ابو طالب و ابو طالب هم همچنین. ابو طالب گفت به الله قسم او را با خود میبرم، او را با خود میگیرم، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را، و هرگز او را از خود جدا نمیکنم و او را در اینجا تنها باقی نمیمونم، او را با همراه خود میگیرم. یا که چیزی مانند این را میگه گفت. و این هنگام بود که محمد صلی الله علیه و سلم را ابو طالب با همراه خود در این سفر گرفت به طرف شام. پس این هنگام بود که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را ابو طالب با همراه خود گرفت، با همراه خود برد. وقتی که کاروانیان به بصره به این مکان در سرزمین شام فرود آمدن رسیدن، یک راهب به نام بحیره در آنجا قرار گرفته بود و او آن عبادت هایی که داشتند از دانش نصرانیان که به او رسیده بود و کتابی را از گذشتگانشان میراث برده بود در آنجا عبادت میکرد. که این راهب از زمانهای قدیم نسل به نسل روایت ها را در این کتاب جمع آوری کرده بودند. و در آن سال وقت کاروان نزدیک شد، کاروانیان نزدیک شدند، همین بحیره، همین راهب بحیره نام داشت، آمد و بر این کاروانیان یک غذای فراوان آماده کرد. و در روایت ذکر شده است که این بحیره، این راهب این کار به خاطر چیز انجام داد. با گفته آنها بحیره پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در کاروان دیده بود، از دور او را دید، حس کرد. وقتی که آنها به آنجا آمدند، به آنجا رسیدند، یک ابر او را در بین آن کاروانیان سایه‌بانی میکرد. صلی الله علیه و سلم را یک ابر او را سایه‌بانی میکرد در بین کاروانیان. و ابن اسحاق میگوید که سپس آنها یعنی کاروانیان آمدند و در سایه درخت در نزدیکی بحیره فرود آمدند، یعنی استراحت کردند. میگوید که بحیره دید که ابر شاخه های درخت را، سایه های شاخه های درخت را بر بالای پیامبر آورده رسانید. از دور مشاهده میکرد، میدید پیامبر سایه افکن شد و او زیر این سایه استراحت کرد. هنگامی که این بحیره، این که راهب این منظره را دید، از خانچه عبادتگاه خود که صومعه میگویند، جای عبادتگاه خود، از آنجا برآمد، از آنجا فرود آمد، پایین شد و به آنها یک پیام فرستانید بر این کاروانیان و گفت ای مردم قریش، من برای شما غذای آماده کردم، میخواهم که همه شمایان بیایید، خرد و کلانتان، غلام و آزادتان، همه شما بیایید، هیچ کسی باقی نماند، برای همتون طعام آماده کردم، بیایید. یکی از آنها به او گفت به الله قسم ای بحیره، امروز تو کاری غیر عادی میکنی. یکی از همون کسانی که با همراه بحیره بودند و قسم به الله ای بحیره، تو امروز یک کاری کردی که این کارو هیچ وقت نکردی، یک کاری غیر عادی کردی ایستادی، پیشتر هیچگاه این کارو برای کسی نکرده بودی، در حالی که ما بارها از اینجا دیدیم، در حالی که ما بارها میگید این کاروانیا ما از اینجا گذشتیم، تو باری برای ما این کارو نکردی، چرا امروز این کارو کرده ایستادی؟ اینها هم کاروانیا هم در حیرت موندن در اینجا، چون بارها گذشتن و هیچ چیزی رو ندیدن. امروز چی شده از گفتن؟ بحیره گفت راست گفتی، چنین بود، بله چنین بود که تو میگویی، اما شما گفت شما مهمانان هستید، شما مهمان هستید و من میخواهم به شما احترام گذارم و برایتان غذا آماده کردم تا همه‌تان از آن بخورید. و همه‌شون به نزد او جمع شدند. اما پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به سبب خردسالیش در میان کاروان قرار نگرفت و پیامبر با آن بارها در زیر آن درخت باقی ماند، نگاه بین بارها و شتران
وقتی که بحیرا به قوم نگریست، به قوم نظر کرد و نشانه ای را که باید میدانست در بین این قوم نیافت، ندید. گفت ای مردم قریش، نباید کسی از شما از غذای من باز ماند، یعنی هیچ کسی شما باید عقب ننشیند، همه شما باید حضور داشته باشید. آنها گفتند ای بحیرا، هیچ کس از ما در اینجا، همه ما در اینجا حضور داریم، همه ما حاضر شدیم در اینجا، جز یک پسر که خردترین در میان ما، در میان این قوم است و او را به خاطر بارها در نزد بارها قرار دادیم، گذاشتیم، فقط یک نفر. و سپس بحیرا گفت قال لا تفعلوا، گفت این کار انجام ندهید. چرا این کار انجام دادید؟ ادعوه، فریاد کنید وی را، فلیحضر، حاضر شود، هذا طعام معکم، این طعام را با همراهی شما بخورد. فقال رجل من قریش مع قوم، یک مرد که با همراهی قریش از این قوم بود گفت که واللات والعزى. وقتی که بحیرا گفت که چنین نکنید، چرا چنین کردید؟ او را دعوت کنید تا با شما با این غذا حاضر شود. در این هنگامی که یکی از مردم قریش در میان قوم گفت واللات والعزى، قسم بر لات و عزى، اونا قسم بر لات و عزى میخورند. گفتن که قسم بر لات و عزى، برای ما شرم است که پسر عبدالله ابن عبدالمطلب از غذای ما باز ماند، اینکه از غذای ما نخورد، با ما ننشیند، برای ما شرم است این. سپس از جایش خیست و نزد او صلی الله علیه و سلم رفت و او را به آغوش کشید و به نزد قومش آورد. در نزد قوم، در مابین قوم او را نشاند صلی الله علیه و سلم را. فلما رآه بحیره، هنگامی که بحیره میگه او صلی الله علیه و سلم را دید، جعل یلحظه لحظا شدیدا، میگه در اینجا که وقتی که بحیره او صلی الله علیه و سلم را دید، با تمام دقت زیاد به او نگاه میکرد. به هیچ کسی چنین نگاه نمیکرد، به او یک دقت شدید داد، به بدن او نظر میکرد تا نشانه را از او جستجو نماید بکوبد، گویا در میان وی یک چیزی را خفته ایستاده است تا نشانه را از صفات‌هایی که در کتاب پیشین ذکر شده بود از آن بیابد، پیدا نماید. و پس از آن قوم غذا را خوردن، طعام را خوردن و اتمام شد، طعام به اتمام رسید، همه پراکنده شد. بحیره به نزد پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای پسر، به حق لات و عزى تو را قسم میدهم. بحیره همین گونه را گفت چون این سخن را از آن شنیده بود. گفت قسم به لات و عزى تو را قسم به لات و عزى میدهم، به آنچه که تو را میپرسند جواب بدهی. این سخن را گفت بحیره، چون این سخن را، این قسم را خود این بحیره قسم را خورد به خاطر آنه که از آنها شنیده بود این را. یک چند لحظه پیش از ما گفتیم از آنها این قسم را خورد و این هم این قسم را خورد. خیال کرد که این در نزد آنها عزت است و این سخن با این سخن پذیرفته می شود. پس در این جور روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به او گفت، به همین بحیره گفت مرا به لات و عزى قسم نده، به این قسم مخورد، به الله قسم من هیچ چیز را به اندازه آنها بد نمیبینم. رسول الله بر او گفت قسم به الله من هیچ چیز رو، یعنی که هیچ چیز از اینها در شمتر بدتر در نزد من نیست. بحیره گفت پس به الله قسم میدهم تو را، قسم به الله آنچه که از تو میپرسم جواب درست بگویی. پیامبر الله گفت هر چی میخوای بپرس، هر چی میپرسی بپرس. و جعل يسأله عن الاشیاء من حاله و نومه و هیئته و اموره. بحیره شروع کرد از وضع خواب او، نمود ظاهری او و امور زندگی او و حیات او و هر چیز از او پرسیدن را شروع کرد از رسول صلی الله علیه و سلم، در حالی که پیامبر الله هر سخنی او را جواب میداد، جواب میگفت و با آن صفتی که بحیره میشناخت و میدانست موافق میشد. جواب پیامبر صلی الله علیه و سلم موافق میشد. سپس بحیره به پشت او آمد و از پشت او نگریست، نظر کرد و در این هنگام بود که ختم نبوت را، مهر نبوت را میان دو پشت از دو شانه‌اش در جایی که صفت شده بود دید. بحیره در این هنگام یک از نشانه‌های عظیم را در اینجا که دید. و قال ابن اسحاق میگوید فلما فرغ اقبل على عمه ابی طالب. ابن اسحاق میگوید وقتی که بحیره از این کار فارغ شد، این نشانه‌هایی که در کتاب پیشین خوانده بود میدونست، این را دید، به نزد عمکش در حال ابو طالب دوید آمد و گفت و از او پرسید، گفت ای ابو طالب، این پسر با تو چی رابطه خویشاوندی دارد؟ این کیست؟ این بر تو چی می شود؟ از ابو طالب پرسید. ابو طالب گفت پسرم است. بحیره گفت او پسر تو نیست و این پسر نباید پسر تو باشد و این پسر نباید پدرش زنده باشد. ابو طالب گفت بله او پسری برادرم است. این هنگام بحیره گفت پدرش چی شد؟ با پدرش چی شد؟ پدرش کجاست؟ ابو طالب گفت وقتی مادرش
ба ӯ ҳомиладор буд, писар вафот кард. вақте ки модараш ҳомиладор буд, Абдуллоҳ вафот кард. ин ҳангом буд ки Баҳира гуфт: ба дурустӣ ки рост гуфтӣ, ба дурустӣ ки ту эй Абу Толиб рост гуфтӣ. ва фармуд ки писари бародаратро ба сарзаминаш баргардон ва аз яҳудиён аз ӯ барҳазар бош. ва Баҳира гуфт ки ба Аллоҳ қасам ки агар ӯро ин яҳудиён бибинанд ва он чиро ки ман шинохтам онҳо ҳатман мешиносам ва ба ӯ бадӣ хоҳанд кард, зеро ки ин писари бародарат мақоми бузурге хоҳад дошт дар оянда. як мақоми бузургеро ҷой хоҳад гирифт. зуд ӯро ба сарзамин баргардон. ин буд насиҳати Баҳира. сипас мефармояд ки фахараҷа биҳи аммуҳу Абу Толибин сариъан ҳатта, мегӯяд ки амакаш Абу Толиб бо шитоб ӯро гирифт ва пас аз анҷом ёфтани тиҷораташ дар Шом дарҳол ӯро ба сӯи Макка баргардонид. аз ин сухани Баҳира дарҳол ӯро ба сӯи Макка баргардонид. Пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба воя расид, бузургвор шуд. Аллоҳ ӯро ҳифз кард, аз ҳар бадие нигоҳбониш мекард ва аз ҳар наҷосат, аз ҳар даъвои ҷоҳилият ӯро Аллоҳ муҳофизат кард. барои кароматаш, барои рисолате ки барои ӯ мехост субҳанаҳу ва таъала, то он даме ки ба синни мардонагӣ расид ва дар байни қавмаш бо иззат буд, эҳтироми хосаеро дошт, бузург буд, соҳиби ахлоқи некӯе дошт, рафтору гуфтори зебое дошт, дар амонатдорӣ дар назди мардум машҳур буд, бузург шуморда мешид. аз фаҳш, аз суханони бадахлоқона, аз ҳар палидие, аз ҳар олудагие дур буд, дуртар буд, дар ахлоқи покиза зиндагӣ мекард, дар насабаш наҷибтарин буд, некутарин буд, дар ҳамсоягон хушрафтортарини мардум буд ва дар бурдворӣ бузургтарин ва дар гуфтор ростгӯтарини мардум буд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. то он ҷое ки қавмаш мардуми Макка ӯро амин мегуфтанд, амонатдор. дар ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳама сифатҳои некро дида буданд ва ӯ ҳама сифатҳои некро дар худ ҷамъ карда буд. ва ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи ҳифзи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аз ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар кӯдакӣ, зикри пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар баёни ин ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз кӯдакӣ ӯро ҳифз карда буд. пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ибни Исҳоқ мегӯяд ва ибни Ҳишом зикр менамояд, мега ба он чӣ ки бароям нақл кардаанд дар бораи ин ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ӯ саллаллоҳу алайҳи ва салламро дар кӯдакӣ ҳифз мекард ва аз ҳар гуна амалҳои ҷоҳилият нигоҳ медошт. нақл кардааст ки ман худро дар миёни писарони Қурайш дидам ки барои бозии сангҳо, яъне сангбозӣ мекардем. мегӯяд ки ҳамаи мо либосаемро кашида будем, ҳамон кашида будем ва изор ҳамчунин либосе ки мепӯшем ва аммо изорҳоямро мега дар гарданҳоямон кашол карда будем. мега дар ҳоле ки тамоми писарон машғули сангҳо ин корҳо буданд ва мегӯяд ки ҳамаи мо либосҳоямро кашида будем ва изорҳоямро дар гарданҳоямон кашола карда будем, гузошта будем дар гарданҳоямон то сангҳо. мега ман низ дар он ҷо ҳузур доштам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мега ман низ мисли онҳо пешу пас мерафтам. сангҳо мекашанд пешу пас, мега мисли онҳо, мега ман пешу пас мерафтам. ва ҳамраи онҳо яъне ки мега ки ногаҳон мефармояд ки ногаҳон касе маро зад ва гуфт изоратро барбанд, изоратро чӯ ки маҳкам банд, то ки либосат кашида нашавад, нағалтад. касе маро мега зада, ҳамин гапа гуфт. мега пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам идома дод, мегӯяд ки ман онро гирифтам, либосро бар худ бастам, фаҳмо худро неки либосамро сахт маҳкам кардам. ва дар ин ҷо ки мо гуфтем тамоми мардум ки дар лаҳву лағву машғул буданд ва расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ин ҷо сангҳоро ҷамъ мекарданд. мега дар ҳамин ҷо ҳар касе мега либосҳои худро кашида буданд, баъзе аз онҳо изораи худ дар гардан кашол карда буданд. аммо мега касе мара бар гардан мега заду, мега гуфт изоратро сахт банд изоратро, то ки авратат намоён нашавад, яъне авратат намоён нагардад. мега дар ҳоле ки изорам дар тана буд, бархилофи ҳамаи ҳамроҳонаш. яъне ки ин нуқта яке аз нуқтаҳое ҳаст ки расули Аллоҳ дар беҳудагӣ набуданд, ҳаёташро дар беҳудагӣ сарф намекарданд, мисли бачаҳое ки дар Каъба буданд. сипас ҳарбул фиҷар, ҳарб ҷанг мешавад, ҷанги фиҷар як нуқтаи дигаре ҳаст. ибни Ҳишом мегӯяд ки вақте пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба синни 14 ёки 15 солагӣ расид, яъне ки расули Аллоҳ синну солаш аллакай ба овони булуғ расид, ба гуфтаи Абу Убайдаи Наҳвӣ ё Абу Амр ибни Аъла ривоят кардааст ки ҷанги фиҷор
میان قریش و کسانی که از کنانه بودند با آنها جنگ شد و همچنین بنی قیس رخ داد. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از این روزها در جنگ حضور داشت. در این سن جوانیش در این جنگ حضور داشت، در حالی که عمک‌هایش او را با خود برده بودند در این جنگ. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که من با عمک‌هایم تیر می‌دادم. در این جنگ در آن جوانیش در 14 تا 15 سالگی من یاردمچی بودم، با عمک‌هایم تیر می‌دادم تا که آن تیر را با سوی دشمنان حواله کنند. یعنی آن تیرهای دشمنانی که با سوی اینها می آمد آنها را جمع آوری میکرد صلی الله علیه و سلم و با سوی با عمک‌هایش میداد تا که عمک‌هایش با سوی آنها حواله کنند این تیرها را. یعنی که در یکی از جنگ‌های هم در این آوان جوانی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک کرده بود. و سپس حدیث تزویج رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الخدیجه. سپس حدیثی که حادثه ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با خدیجه. ابن هشام میگه که وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به سن 25 سالگی رسید، هنگامی که به این سن رسید، سن 25 سالگی، با خدیجه بنت خویلد ازدواج کرد. با خدیجه بنت خویلد رسول الله چیکار کردن؟ ازدواج کردن. ابن اسحاق میگه که خدیجه بنت خویلد زن تجارتمند بود، زن با شرف بود، زن ثروتمند بود، زنی با عقل با فراست بود و در بین مردم بسیار با شرف بود و در قریش، در بین قریش، ثروتمندان قریش بود و زنی بسیار زیبا و صاحب جمال هم بود. همه هوس او را می‌خوردند، همه او را پیشنهاد ازدواج می‌کردند و این زن تجارتمند مردان را برای تجارت با مالش کرایه می‌گرفت. مالی که داشت برای تجارت آن را کرایه می‌گرفت تا تجارت این را برده بفروشن و بیارن. یعنی به آنها در مقابل چیزی که به آنها میداد شریک میشد. و چگونه که معلوم است قریش هم مردمی تاجر بودند، تاجران بزرگ بودند و خدیجه هنگامی که به راستگویی پیامبر صلی الله علیه و سلم و امانتداری او و بزرگی او و اخلاق نیکویش شنیده بود، از اخلاق او و بزرگی و راستگویی و امانتداری او با خبر شده بود، بر او صلی الله علیه و سلم یک پیام فرستانید و پیشنهاد کرد که با مال وی، یعنی با مال خدیجه، به شام برای تجارت برود و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از هر کسی که بر او مال پیشنهاد میکند بیشتر میدهد. نسبت دیگر کسان را دیده پیامبر الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد خدیجه را قبول کرد و با مال خدیجه به تجارت رفت صلی الله علیه و سلم. و خدیجه با همراهیش خودش یک غلام داشت، یک غلام با همراه خود داشت با نام میسره. میسره به مناسبت این نام بچه‌انه است، پسرانه است، فهمو؟ یک غلام داشت میسره و این غلام را با همراهی او برای کمک همراهی کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در سایه درخت نزدیکی آن مکانی که یک راهب در شام فرود آمد، یک راهب در آنجا قرار داشت، یک عبادتگاهی داشت که او را صومعه میگویند، در آنجا در نزد سایه درخت قرار گرفتن، یعنی که استراحت کنن و سوی شام رفتن. در این هنگامی که این راهب به میسره نظر کرد و پرسید از او این مرد در این زیر درخت، این مردی که در این زیر درخت خوابیده است یا که نشسته است کیست؟ گفت از او پرسید. میسره گفت این مرد از قریش، از اهل حرم است، یعنی که از اهل مکه است. فقال له راهب بر او گفت که چه بشارت را داد. گفت ما نزل تحت هذه الشجره قط الا نبی. راهب به او گفت هیچ کس جز پیامبر زیر این درخت فرود نمی آید. هیچ کس جز پیامبران زیر این درخت فرود نمی آید، زیر این درخت نمی نشیند. راهب به سوی میسره گفت و سپس آنها استراحت را گرفتند و رفتند مال خود را فروختند، مالی که از خدیجه بود و آن چیزهایی که خدیجه طلب کرده بود خریدند و بعد با میسره به سوی مکه برگشتند. پس روایت هست که میسره وقتی روز گرم شد، چون در آن زمانها تجارت بگه ماهاش بود، شب و روز، میگه که میسره وقتی که روز گرم شد و آفتاب تیز میشد، گرمی می آمد، یارو میگه که ملکینی، دو ملائکه رو میگه این میسره میدید، دو ملک رو میدید، دو ملک در آسمان میگه آنها رو میدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هنگامی سوار بودن بر بالای شترش از آسمان، از آفتاب سایگی میکردند. او صلی الله علیه و سلم هنگامی برگشتن او رو سایگی میکردند صلی الله علیه و سلم رو. وقتی که به مرکب برگشتند و مال خدیجه رو بر وی سپارید و آنچه که فروخته بود پول رو برگردانید، دوچند فایده آورد، دوچند برابر زیاد
бар Хадиҷа фоида овард. Мега حدثها майсарату عن قول راهب. майсара дар ин ҷо Хадиҷа ҳам шигифтангез шуд. ин қадар фоида, ин қадар баҳра аз ин тиҷорат. ва дар ин ҷо буд ки майсара ба Хадиҷа дар бораи гуфтаи роҳиб, сухани роҳиб ки дар зери ин дарахт кас намешаванд ҷуз паёнбарон, ва он чизе ки дар сафар аз хубиҳо, аз соягиҳо дар роҳ дар болои штур абрҳо ӯро соя мекарданд, ду малаки ӯро соягӣ карданд. Он чизе ки бо паёнбар аз хубиҳо ва аз чизҳои мӯъҷизаҳо дид, дар тааҷҷуб афтода инҳоро бо як ҳаяҷон қисса кард бар Хадиҷа. Дар ин ҷо Хадиҷа пай бурд, чун Хадиҷа як зани бисёр бо шараф ва доно ва бузург буд. ва он каромате ки Аллоҳ бар ӯ ато карда буд ва он хабарҳое ки майсара бар паёнбари Аллоҳ хабар дода буд, бар Хадиҷа хабар дода буд, дар ин ҳангоме ки Хадиҷа радияллоҳу анҳа як паёме фиристонид ва гуфт ки эй писари амак, эй писари амак, дар ривояте зикр шудааст ки эй писари амак, ман бар ту майл дорам. ба сабаби хешовандии ту, мақоми баландат ва миёни қавмат ва амонатдорият ва ахлоқи некат ва ростгӯии ту, эй писари амак, ман бар ту майл дорам, ба сӯи ту майл дорам. Касеро бифирист то ки манро ба ту хостгорӣ кунад. Яъне ки манро хостгорӣ кун. Ман мехоҳам мисли туори марди тавоно, шуҷоъ, ҷасур, амонатдор, бо ахлоқ, бо некӯ бо ту мехоҳам издивоҷ намоям. Иродаи Хадиҷа ин буд, хоси Хадиҷа ин буд. Сипас Хадиҷа ӯро барои издивоҷ пешниҳод кард, худро барои паёнбар бар издивоҷ пешниҳод кард ки Хадиҷа дар он замон аз лиҳози насаб миёни замони Қурайш, занони Қурайш, аз лиҳози шараф бузургтарин, аз насаб бузургтарин ва аз лиҳози сарват сарватмандтарини занон, ки гуфтем ки ҳамаи қавмаш орзуи издивоҷ кардан бо ӯро мекарданд. Чугуне ки як зан агар бо шараф бошад, бо номуз бошад, бо обрӯ бошад, бо сарватманд, бо зебо бошад, ҳар кас орзуи тамонаи издивоҷ кардан бо ӯро дорад. Тамоми Қурайш, тамоми Макка хоси издивоҷ бо ӯро мекарданд, вале ки ӯ розӣ намешуд радияллоҳу анҳа. Ҳамаи қавмаш орзуи издивоҷ бо вай доштанд. Агар имкони инро медоштанд, ҳатман издивоҷ мекарданд. Вақте ки Хадиҷа инро ба паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт, пас ин суханро паёнбари Аллоҳ бо амакаш расонид, хабар дод саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Бо Ҳамза, амакаш Ҳамза ибни Абдулмуталиб бо ӯ рафт ба назди Хувайлид ибни Асад, падари Хадиҷа. Хувайлид ибни Асад падари Хадиҷа аз падараш хостгорӣ намояд. Ба назди вай ворид шуданд ва Хадиҷаро радияллоҳу анҳа ба паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам хостгорӣ карданд. Ин буд ки паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам хости Хадиҷаро пазируфт, шарафмандӣ ӯро қадр кард, номаи ӯро бо хушҳолӣ қабул кард. Хадиҷа аввалин зане буд ки паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо вай издивоҷ кард ва то вафоти Хадиҷа бо ҳеҷ зани издивоҷ накарда буд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Сипас авлоди Хадиҷа радияллоҳу анҳа, фарзандони паёнбар аз Хадиҷа. Ибни Исҳоқ мегӯяд ки Хадиҷа ҳамаи фарзандони паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро ба ҷуз Иброҳим ба дунё овард. Қосим ки паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба номи Абулқосим машҳур буд, кунияаш Ат-Тайиб, Ат-Тоҳир ва Зайнаб, Руқайя, Умми Кулсум ва Фатима. Ибни Ҳишом мегӯяд ки калонтарини фарзандони ӯ Қосим буд, сипас Тайиб буд, сипас Тоҳир буд. аз духтаронаш калонтаринаш Руқайя, сипас Зайнаб, сипас Умми Кулсум, сипас Фотима. хурдтарини инҳо Фотима буд. Ибни Исҳоқ мегӯяд ки Қосим ва Тайиб ва Тоҳир дар даврони ҷоҳилият, یعنی پیش از اسلام وفات کردند. هر سه فرزندانش، هر سه پسرانش، اما همه دخترانش اسلام را دریافتند، مسلمان شدند و با پیامبر الله صلی الله علیه و آله هجرت کردند صلی الله علیه و سلم. اما ابراهیم مادر ابراهیم باشد، ابن هشام میگوید که مادر ابراهیم ماریه قطبی بود، ماریه قطبی. و ماریه قطبی بر روایت ابن لحیه مادر ابراهیم بود که مقوقس حاکم دوران مصر، حاکمیت مصر، حاکم حفن از ناحیه انصا یا که انصا مثل همین نام که پیامبر هنگامی که او را به سوی اسلام دعوت می‌نماید از نصرانیت دعوت او را نمیپذیرد، اما برای او این را ماریه قطبیه را هدیه میکند و پیامبر از او فرزنددار میشود که یک تا ابراهیم. و چگونه گفتیم فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله در آوان خردیشان از دنیا در میگذرند، فرزندان او صلی الله علیه و آله از پسرانش، اما دخترانش باقی میمانند، کلان میشوند، با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت میکنند، صلی الله علیه و سلم. در اینجا قرار میگیریم، توقف میکنیم از این سیرت زیبایی
زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر الله برای ما عمر بدهد و توفیق بدهد و قوت بدهد، درس دیگه از این سیرت زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی شمایان از صحبت خدیجه با ورقه ابن نوفل، از اولین وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم که شروع می شود. خدیجه بنت خویلد به نزد ورقه ابن نوفل می روند. یعنی که اولین وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم و اولین رسالت که شروع می شود، در اینجا با همراهی شمایان زنده و سلامت باشیم، صحبت خواهیم نمود باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.